سلام به همگی. آقا قبل از هر صحبتی اجازه بدید یه درود پروپیمون تقدیم معلمای هموطنم بکنم که الحق و بالانصاف یه درس درست حسابی با آخوندهای زهرخورده دادن. یعنی اینقدر سبر پای خواسته هاشون بایستادن که آخوندا مجبور شدن واپس بتمرگن و خواسته معلما رو اجابت کنن. چند روزه که این خانم هایی که ناموس من و شما در کنار خیابون خوابیدن به خاطر همین بحثی که الان در آموزش و پرورش یه تعدادی از بازنشستگان رو مشغول به کار کردن. بله دیگه، وقتی یه چنین سر صدایی از تو مجلس باهوش بلند میشه معنیش اینه که قضیه جدی شده و آخوندا از ترسشون مجبور شدن به دست و پا بیفتن و یه تقلایی بکنن. تجربه این زورآزمایی این بود که هرچی مردم بیشتر باشن و متحدتر بشن آخوندا بیشتر وامیرن و پیچ و مورهاشون شلتر میشه. بازم یه سری به مجلس باهوش بزنیم ببینیم کار دلواپسا و دلاراما به کجا کشیده. و مردم از ما سوال میکنن مجلس ایران خوابه و شما هنوز موضوع برجام رو پیگیری نکردید. قطعاً باید دولت موضوع مهم برجام رو نکنه خدای نکرده امروز بعد از سالهای سال دوستان عزیز توجه بکنن، او قرارداد ترکمانچای اون روزی که بسته شده ننگین نبود. بعد از سالها اومدن گفتن قرارداد ننگین ترکمانچای نکنه خدای نکرده باز ما توجه نکنیم بگن قرارداد ننگین برجام. بله، این جماعت دلواپس دم گرفتن که آقا این برجام زهرماری یه چیزی اونور قرارداد ترکمانچایه و باید هر طور شده ببریم زیر بخیه. حرفشون هم اینه که علی گدا تو این روزخونی آخرش یه اما و اگری سر توافقنامه آورده و باید مجلس آخوندی هم مثل کنگره آمریکا این توافقنامه کذایی رو بررسی کنه. من حرفم اینه حاج آقا، اگر این بازی برده چرا میترسن از پشت تریبون مجلس مطرح شه؟ چرا ترجمه ارائه نمیشه؟ چرا لایحه ارائه نمیشه؟ خیلی متشکرم چرا جناب کسی آقای از مجلس حرفی نمیزنه؟ نگرانی رهبری مبنی بر اینکه با توافقنامه نفوذ داره صورت میگیره چیه؟ حالا اصل قضیه چیه؟ اصل قضیه اینه که بابا دیگه کار از کار گذشته. اونی که باید زهر بخوره خورده، زهر عبور کرده از گلو هم دیگه به جام بر نمیگرده. از اینجا به بعدم دعوا سر لاف ملاست نه جام زهر. جماعت کوسه میگن بریم واسه آویزون شدن از غرب و خوردن جام زهرهای بعدی. جماعت علی گدا هم میگن از این خبرها نیست، همین که خوردیم بسمونه. بعید نیست نظام جمهوری اسلامی به خاطر مصالحی این سیلی نقد را به خاطر آن حلوای نسیه بپذیرد و در پرونده‌ای با آثار نسبتاً محدود با شرایط کنار بیاید و آن را لطمه جدی برای امنیت و منافع خود نبیند. حالا سوال این است که در پرونده‌های منطقه‌ای که از یک سو با امنیت و تمامیت ارضی و عمق منطقه‌ای ما ارتباط پیدا می‌کند و دارای آثار طولانی مدت است و ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و غیره را شامل می‌شوند، ایران چگونه می‌تواند کنار بیاید؟ ملاحظه می‌کنید خودشون خیلی شفاف‌تر از موشکاف میگن. میگه بابا حالا یه سیلی نقدی تو بحث اتمی خوردیم، دیگه قرار نیست که این سیلی تبدیل به مشتای زنجیره‌ای بشه که تازه هنوز حلوای نسیه هم در کار نیست، هرچی هست بعد سرخرمنه. بنابراین هم تاخت و تاز منطقه‌ای ادامه داره و هم قیچیکاری باند کوسه. بفرمایید اینم یه نمونه از جدیدترین چشمه هاش. امروز این درخت تناور از جانب 3 گروه مورد تاخت و تاز واقع شده است. الف، خوشباوران رفاه طلبی که با الفبای مبارزه آشنا نیستند. هنر اینان صرفاً فرش قرمز پهن کردن در زیر پای نحس بیگانه بوده. به وادادگان سیاسی و افراد خسته از مبارزه گردن خود را برای حلقه گذاری استعمار باریک کردند.
اگه جای همه این روده درازی ها یک کلمه میگفت جماعت کوسه، همه چی حل میشد. البته ما که تو این آخونده گردن باریک ندیدیم، همشون از دم تو کار کلوف کردن گردنن. خلاصه که به کوبیه. موشکافم اینجا نشسته و ناخون میزنه. هرچی به قول نمره موقت خامنه ای مشت تو کله هم بکوبن، نهایه برندش ماییم. موشکافان